برارم ما استایی دتارم چوبی توتا بیارم غم دل ما برارم بابا بابا من میرم جو میرای فوتبال میره بچه هم اول آمده یک کسب یاد بگی یک بار نگاه کنی بابا چکار کرده زنده است یه صد قد شب اینجا بشی همین کسب من از پدرم یاد گرفتم فهمیدی؟ پدر من از پدرشان یاد گرفتن الان بابا خلون های ما هم همین استاگیر کرده اومدن بچه این کسب شما هم یاد گیرین این آینده برای شما در کار می شود خب فوتبال هم بد نی نقص ورزش چیزی خوب است لیکن اول کسب یاد گرفتن در کار فهمیدی بچه اول چیز یاد بگی انا بعد دیگر اینا بین اینا یک چوبی یک کنده از همین کنده بگیری یک چیز بتراشی الکی بین چه شکل گرفته شکلش تو گرفته است انا یا کن انا بینا کن انا این دوباره بینا کن دیدی اینا بین چه خوش رو چه زیبا چه راست شده است این الکی زیباگی بابا ایش چیه؟ این را خرک میگن خرک این خرک و خریفتگیت نیست این در همین زیر در تک زیر میمانی این زیر آواز پیدا بکنه دیگه دیدی آواز پیدا بکنه بچه انا او خر میگفتگیت او علف دبیرکو او دیگه چه بچم انا این کسب است انا این کسب میگه بچم انا این سه یاد گفتم در کار خب بچه انا همین حاضر نیا که دیگه چه آواز زیبا دارد مهین دارد نیا که خرک مزین نکنم او را قمچین نکنم در راه کوتلوجر جیپا یکتی نکنم تو همین کسب یاد بگیری یا نمیگیری؟ اگر من همین کسب یاد گیرم همین دمره دیگرگویی میکنم چه دیگرگویی میکنی؟ من خیلی گیرم دو شاخش میکنم ای دنبره را دو شاخ نمیکنند دو شاخ مطرح میکنم فهمیدی؟ این چه یاد بگیر که با فهمیدی؟ منجا شایده بگهی میایی انا همین 4 تا همین متروش تیار کرده میمونی فهمیدی؟ که مرا فهمیدی؟ شاخ میکنم خیلی جا بابا خوبش که من فوتبال برم ما مطرح حال فوتبال را نشان میتونم بفهمی؟ رفتم بابا ای انا دوتا سلام علیکم تمامی بازار گشتیم دوتار میکویم دکانی دنبره فروشی نمیجا اینجا هم به همین هنرهای خلق را ما همینجا سودا بگیریم اینا گاورت میفورن برای بچه ها کت اینا گاوره برای دخترچت اینا صندوق برای جهازی عروس با چیت میفورن میگن آواز دمره دو دیدیلا میبروره راستای مصطفی راست بگم بچه راست بگم آوازی دنبره آبار دیل میبراره
زنگ دیل میشویا فهمیدی؟ اینا بیته نکی وابسته به دبر نوازه اونا چخیل نوازه چخیل اجرا میکنه فهمیدی؟ همین حکیم محمود بشناختی؟ شنیدگی هم انا حکیم محمود که می نواخت آدم راحت میکرد خدا در دنیا یک زیبا تصور میکردی این اودین هاشمی وقتی فلک میخوان همین فلک میخوان دین راحت میکرد انا بچه هم آواز دوباره چخیر نخزه فهمیدی؟ میگم ای دمره را بین یگان رنگ نمون نداره اقلا یک رنگ یا لکه میزدی جلوش میداد آخه ای را بینه این نمود شبید راست بگو تو رنگخری یا که دبرخر ما رنگخرم نه که دتارخر جوره مای خر هم دبره تا بته بنوازه بعد تو نواخته میتونی نه نواخته نمیتونم همیرم میخوام یاد بگیرم این بچه هم که نواخته نمیتونسته هم تو راست بگو که عبید برای توفه هم بخری نه برای توفه پوفه نمیگیرم برای چی بخری؟ میخوام که بخرم یکی نواختنش یاد میگیرم رنگی دیگر فلکسرو میشم اگر روز همین نرخ نواش پرسم با فکرم ای آسمان هفتم گام میزنی همین تنه جوره گپی حق زدی آشنا نبینم کنی باباش کلنگی دمره تا گپ زن یکی معقول شوه مصلحت میکنه 120 سامانی همین 120 سامانی به تو بگه بر قیمت گفتی مصطفی قیمت نیست بچه یه تو میدونی برای دبره تراشان چقدر آدم زحمت میکشه اینا تر بکنی میبری چوبه انتخاب میکنی اینا میاری میتراشی سفته میکنی بعد راست میکنی بعد چرتک میکنی خرک میکنی همه اینا بسازی بعد این دبره میشه بچه فهمیدی؟ اینا مهنت بسیار زر میشه اقلا 50 سومونی بگو همین دمره های شما ای کدوم چوب تیار شده نامعلوم ای چوبی تود باشه یا زردالو باشه یا تو بچه هم همین تو چند ساله ای؟ چند ساله تو؟ همین یک کم تری دیگر ممکن 22 قدم وقتی که من دمبره بتراشیدم اوتت قطی و چت سیفی یک بخوندن فهمیدی؟ او قریب 50 سال شد 50 سال شد که من دمبره میتراشم فهمیدی؟ بعد من نمیدونم که کدوم چو دمبره تو بشه دمبره ایده تو نواز ببسته که دارد وقتی که دستش بالای همه چوب برد و آورد او سفته میشه و رنگ بگیرد زیبا میشه همین دمره هم نقرکو باشه که هر یک آدم میدیدگی را حواسش بیاید بگه که انا دوتار من دوتار یا اینکه در بر دیوار آویختیش دیوار زیبتر راست بگو که تو دوتا را برای نواختن میگیری یا برای زیب خانه تو؟ مصطفی بیا یک مصلحت کنیم نرخش ارزان کنیم 50 سومونی دا میخرم نه اقلا 60 سومون در روزی 60 سومون در دمبره جاش دمون چی میگه؟ میگه جوش دمون جاش دمون شما ده دمبره نمیفروش دمره که نفروشه برای چی بازارش آورده؟ اینجا مغازین نیست که نرخ نکرده گرفته روی اینجا بازار مصلحت میکنی نرخ میکنی همین خیلی نیست؟ بله راست درست باشه لیکن همین ما دمبره به شما ده نمیفروشم چه فهمیدی؟ سلام سلام پدر اجازت هست؟ برامد اجازت هست میشینم فرمایید
آوازی مهین داشته است. احسن پدر. از این دوتاری خوبش رو ندیدم. عجب مردم شما سوداگرا. یگان بار دوتا را در حیات دیدای ندیدای؟ یا نواختگی هستی نیستی یا اینکه ای آدمای همین سفیدی کی قمالش تعریف داری؟ راست. خیلی یک بنام چی بود؟ از رفتن نکد غبار گیرد دل منه از رفتن نکد غبار گیرد دل منه صد ناله و آهزار گیرد دل من صد ناله و آهزار گیرد دل من مردم ها میگن گیره نکن می آیده مردم ها میگن گیره نکن می آیده کی می آیده قرار گیره دل من کی می آیده قرار گیره دل من سیتورا او سیتورا چی میگویی؟ هی ما هم بگه عشقی بیو. با سرم بلا میاری. فرو نه نمیفروم. مادرم حاضر از خونه برآمده حالم را بد میکند. بگاه در باغ در جای همیشگی میایی؟ نه پگاه عسکری میروم 2 سال یکدیگر رو نمیبینه. میایی یا نه؟ انا حاضر با اولیتون در آمده از مادرت خودم خواستگاری میکنم. ای همینش نمیرسید. حاضر میفرویم. رو میایم. بهترین دوتار بوده است. پرسیدن ابی ندارد. چی کاره ای؟ من آموزگارم پدر. در مکتب میانه درس میدهم. آفرین. تو این هنر را آموختی در کجا خوانده ای؟ در خوردی مکتب موسیقی را ختم کردم اما کسب آموزگاری را انتخاب کردم. اجازه است پدر؟ مرحبا.
120 сомонӣ ки бошад марҳамат 120 сомонӣ мусафир дутора мегирему мерем این بچه کجا شد؟ کی اینه بچه دکتر معلم معلم رفت سینه هم بود خدا خوشی مرا بگیره حتی نامش هم نپرسیدم انمی هنر باشد انمی خیلی باشد فهمیدی؟ انمی خیلی انمی دکتر میبرم من تقدیمش میکنم فهمیدی؟ انا برای همه میگم که اگر همه خیلی هنرمند باشن هنری بابای آدینه و انا و حکیم محمود هیچ وقت نمیبرم